فهمونی میشد میگن که با شرطی که عربی نمیدونیم. یعنی اساسی همین چیزایی که ها یعنی چی با همین حرکت کردم مثلا توحید و مثلا درسای مثلا توحید اصول ثلاثه قواعد اربعه همین چیزایی این چیزایی که عبادتوش صحیح میکنن مثل مثلا طهارت و نماز و مثلا روزه و زکات و حج هم چیزاش نه اصلاح میکنه همین چیزا مثل همین حدیث های باید که همین چیزای گوش کرده از یاد کرده از خود کرده سونه مثلا چی و میرسونن. نعم رسوندن های این چیز رسول صلی الله علیه و سلم میگه که بلغوا عنی ولو آیه بلغوا عنی ولو آیه از من یک آیت باید که چه رسونتون. و حدیث زید بن ثابت میگه که نظر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فرب حامل فقه الى من هو افقه منه. یعنی همین یعنی باید که چه این حدیث های رسونند یعنی لیکن به شرط چه به شرط من غیر زیادت ولا نقصان. یک حرف زیاده هم نمیکنند و یک حرف نقص هم نمیکنند. یعنی اهل عائله خودشون باشد یعنی باید که این چیزا رسوندن نه میشد. یعنی فقط اهل عائله یعنی منوش مثلا با دعوت نیم اهل عائله برادرای خودشون رسوندن این چیز امر حتمی.